سلام، چطورید؟ امروز اومدیم مچ‌ترین قطعات رو با RX 580 ببینیم که چی هستند. من کارن زندی هستم و اینجا چنل کارن تک. حالا اول از هر چیزی باید بریم سراغ CPU. دو مدل CPU داریم. یکیش کورای 5 12400F و یکیش رایزن 5 5600 که با اون میتونید مادربردی که برای اینتل میتونید انتخاب کنید، یک مادربرد H610 و برای AMD A520 که مشترین مادربرد با این دوتا CPU هستن. خب حالا میریم سراغ رم هامون یا میتونیم 2 اسلات 8 گیگ ببندیم که با فرکانس 3200 گیگاهرتزی، یا میتونیم یه 16 گیگ 3200 گیگاهرتزی ببندیم. و برای هاردامون میتونیم یه 512 گیگ که اقتصادی ببندیم و اگه بودجهتون بیشتری میتونید یه 1 ترابایت SSD ببندید که برای بازی هم جوابگویه. اگه بودجهتون از 512 کمتره میتونید یه هارد 256 SSD و یه 500 گیگ یا 1 ترابایت HDD بگیرید برای نصب بازیاتون. برای منبع تغذیه یا پاور کامپیوترتون بهتره در بین 500 وات تا 650 وات باشه که اگه میخواید RGB داخل کیستون باشه بهتره که از 500 وات بیشتر باشه، تقریبا 550 تا 600 جوابه. 650 باشه که خیلی فوق العاده است تا بتونه این غول پرمصرف و جوابگو باشه. برای کیس هم میتونید از کیس های ایرانی مانند فاتر یا گرینلا استفاده کنید که واقعا من پسندمه و کیس های خیلی خوبی هستن. میتونید مدل های شیشه‌ای یا مدل های ساده‌اش رو انتخاب بکنید که به نفعتونه از کیس های ایرانی استفاده کنید، چون از خارجی ها خیلی گرونن و اصلا مرغوم به صرفه نیستن. امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود لایک کنید و داخل کامنت ها بنویسید که ویدیو بعدی درباره چی باشه و حتما چنل رو سابسکرایب کنید. خیلی به دردتون میخوره. هر روز کلی از آموزش های خفن درباره تکنولوژی براتون میذارم. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.